قبل از خرید یک سنگ قیمتی و یک جواهر، حتما این سه نکته را که من براتون میگم یا مد نظر بگیرین تا خرید محسون داشته باشین. اولین نکته مهمی است که شما قبل از خرید از فروشنده پرسان بکنین که سنگ اصالتش مربوط به کدام کشور است. هر سنگ مربوط به یک کشور خاص است و سنگ‌های مختلف مربوط به کشورهای مختلف است که این نشان دهنده سنگ‌های با کیفیت و بهترین کیفیت ها است که ما قبل از خرید باید از بدانیم که این سنگ که ما میخریم بهترینش مربوط کدام کشور است. یک دومین فاکتور که بسیار مهم است رنگ، شفافیت، کیفیت و وزن یک سنگ است که ما باید از وزن و شفافیت و سنگ مشخص بکنیم و ببینیم که آیا کیفیتش به بسیار کیفیت بالا است و یا هم پایین است و چی به کدام کاتگوری است. دو و سومینش بسیار مهم کسی است ارزشش است و قیمتش است. اگر ببینیم که کوالیتی یک سنگ بسیار بالا است، کیفیتش هم بسیار بالا است و اصالتش هم از یک کشور مورد نظر است و قیمتی را که برای ما فروشنده میگه قیمتشان بسیار پایین است، حتما او سنگ اصل نیست. و یا اگر میبینیم که کیفیتش هم خوب است، اصالتش هم خوب است و یک قیمت مناسب است، قیمتش مطابق به نرخ روز است و مطابق به کیفیت و کوالیتی همون سنگ است، مطمئن شویم که او سنگ اصل است. و همچنان بهترین و مهمترین گزینه ای است که قبل از خرید یک سنگ و یک جواهر حتما از فروشنده بل و یا همون رسیدش دریافت بکنین و یا گواهینامه معتبر باید از داشته باشه همون سنگ و جواهری را که میخرین تا شما مطمئن باشین که سنگی را که برای شما فروشنده گفته همون سنگی است که در سرتیفیکیت و یا هم بل براتون نوشته کرده. اگر خریدار هستین و یا اگر فروشنده بنا به هر دلیل از دادن بل و یا سرتیفیکیت معتبر برای شما ابا میورزه و یا هم نمیته، مطمئن باشین که سنگ اصل نیست و همیشه از جای معتبر و مرجع معتبر خرید بکنین تا از هر نگاه برای شما ضمانت بکنن.